درود بینندگان عزیز. لایق رجبوف این نام در ورزش تاجیکستان به خصوص در نمود محاربه‌های آمیخته شناخته است. لایق از کمترین ورزشکاران تاجیک است که در تشکیلات‌های معروف وابسته به محاربه‌های آمیخته برآمد کرده است. او 2 مرتبه تا فینال تشکیلات معروف PFL رسید و برای $1,000,000 رقابت کرد، هرچند هر 2 مرتبه بخت برای او نخندید. اخیراً لایق رجبوف با تشکیلات UFC شرطنامه بست و در اولین رقابتش که وزن گذشت دست بالا شد. رجبوف راه مشکلی را چی در زندگی و چی در ورزش طی کرده است. لایق شما را به اولین غلبتان در تشکیلات UFC تبریک میگویم. چگونه شد که 1 هفته قبل از بازی رقابت با ورزشکاری بی‌باخت ارژنتینی استیبان ریباویچ را قبول کردید؟ السلام علیکم، تشکر زیاد برای تبریکات. راستی من یک ماه پیش از محاربه تف که این یک شو است، اونجا تشکیلات UFC این رو به عهده دارد، من به اونجا سفر کردم، لیکن متاسفانه یک چند روز ماندن به این شو به من خبر آمد که مرا نمیتوانند به این شو شامل کنند. از همین سبب خیلی رو افتاده شدم، برای که من مدتی قریب 1 ماه وزن کم کردم، وزن قپیدم، حتی در کرانتین رفته شدم در اونجا مدت 10-12 روز. خیلی غمگین شدم، لیکن با من منیجمنت گفت که تو را افتاده نشو، ما بسیار همه حجت های ما تخت است، UFC خودش میداند. سببی که یکی از سبب های که مرا با این شو نگرفتن این زبانی من می باشد که زبانی انگلیسی من نه اونقدر خوب است بلکه بد است. از همون سبب من وزنم رو قپیده ایستادم. باز یک مدتی گویم تا این محاربه 2 هفته که 1 هفته موندن با این محاربه با من خبر آمد که یک ورزشگر در همین وزن از حساب جراحی یا که از حساب یگان جراحت برداشت شد؟ بله، گفتن که نمیتواند به محاربه براید، اگر که تو خواهی تو میتوانی در جای این چی شوی. به زبان روسی چی میگن؟ زمینه. من البته راضی شدم، برای که من تیار بودم، مقصد که به نیتی محاربه کنی رفته بودم. از همین سبب این برای من هم یک شانس کلان بود که در یکی از کارت های کلانترین بجنگم. البته راضی شدم، محاربه را 1 هفته قبل از بای قبول کردم و مگی وزن ماندگی که 6-7 کیلو قریب واری بود اون رو کم کردم، تمام بعد محاربه برآمدم. وزن رو کم کردید، ولی در نمود محاربه های آمیخته عادتاً حداقل 1 یا 2 ماه باید رقیبتان پیشکی معلوم باشد که طرز رقابت و دیگر خصوصیتاش آموزید. شما در این هفته چه خیلی فرصت پیدا کردید که مثلا طرز رقابت استیبان ریباویچ رو آموزید؟ البته در اینجا ریسک، یعنی به زمان ریسکای کلان هم بود، برای که من مدت زیاد وزن خود را قپیده ایستاده بودم. از همین سبب نمیتونستم که تمرین های وزنین کنم. برای تمرین های وزنین کردن تو باید انرژی خوب داشته باشی، که انرژی خوب داشته باشی که به خاطری که مشق های تمرین های وزنین رو برطرف کنی. از همین سبب من وزن کم کنی فقط در سری من هدف همین بود که وزنم رو داشت ایستم در 75-77 کیلوگرم. از همین سبب وزن تمرین ها هم نکردم، فقط وزن کم کردم و چخیل که با ریسک برآمدم تا اینکه توکل کردم. لیکن از خودم باوری داشتم که از حساب خاراکتر من عقب شینی نمیکنم. نه شاید همین بود که این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلیتان در دیگه تشکیلات مثل در PFL دیگر وزنین گذشت شما و حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید. البته که رکورد هم گذاشته در تیک داون. البته بسیار حریفای من در خصوصا در جیم ها بسیار میگن که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی با دیل گرده. من بسیار این گپ ها میگم که تو فقط می جنگی با دیل گرده. از همین سبب ممکن است گفتن که اصول هایی که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد. این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزنین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی، خود را گم کنی از دست، یا که بسیار
یعنی یک بسیار فشارهای میبیاد که تو نفس کشی و دیگر چی میخوای که چیز کنی. مقصد یعنی رقابت در کل وزنین بود برای شما، درست؟ از حساب وزن بودنش پرابلم اساسی که بدن من تیار نبود. وزنش از این حساب بود. چرا تیار نبود؟ به خاطر سبب ها بسیار. گفتم که مدت طولانی من وزن خود را در قپیده ایستادم، تمرین های وزنی نکردم. بعدا برقرار شوی که بعد وزن کم کردن کمی خطا رفت، مشکل رفت. این چیزها با هم مدتی خیلی زیاد بود که سال زیاد بود که من جنگ نکردم. پروبلم ها بسیار، هر یکی اینها یک چیزی خودشان را میگذارند، یک سهم خود تاثیر خودشان میرسونند. به همین خاطر از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذشت. درباره مسابقه یا شوی التیمت فایتر من خبری نشد که نام شما را از روی خط بازیگران کانور مگریگور خط زده است، ورزشکاری معروف ایرلندی. این حالت چگونه پیش آمد؟ شما اشاره کردید اما اگر یک بار دیگه پرسم چگونه شد که کانور مگریگور نام شما را خط زد؟ راستی کانور مگریگور ما او را مدت زیاد انتظار بودیم. اون همون خیلی شخص است که چیزی که تابش میخواد اما را میکند. روز اخیر چند از همین سبب دیر آمدن کانور بسیار ورزشکاران را در کرانتین باز هم زیادتر قپیدن. بعدا آمد روز اخیر با همراهش دو ورزشگر این را به من گفتن، پروژیسر اون شو گفتن که بعد منیجمنت گفتن که آخر روز آمد با دو ورزشگر گفتن که اگر که خواهید من اینجا باشم این ورزشگرای من رو در این شو چیز کنید، قبول کنید، اینا اشتراک میکنند. فکر میکنم سبب اساسی که از همین بود که اونجا که باید یک چند کس را خارج کنند، در درون آنها من از همه یک مینوسی کلان داشتم. این زبانی من بود. خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتون کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کرده، میتونید درباره زندگیتون کمی برای ما نقل کنید؟ راستیگه من با مادرم کلان شدم از سن 6-7 سالگی در خانه بیبی هم کلان شدم. بعدا با مشکلات بسیار بود. بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگر گرفته است، لیکن آن وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کمی زندگی کلان شدم. بعداً که به وایه رسیدم علاقه سنی 14-15 سالگی بعد به تمرین مشغول شدم. این خیلی گویم که از کودکی من تمرین نمیکردم، لیکن از کودکی من پسر مهنت دوست بودم. برای که در خاطرم است مرا بسیار وقت چیز میکردن برای مهنت دوست مهنت میکردم. یگان چیز در دهات در چه بسیار وقت تعریف هم میکردن. مقصد اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد شد؟ در ناحیه دنغره تولد شدگی در اونجا با خردسالیام در اونجا وایواره رسیدگیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب چیز میکنید. البته در مابین این مکتب ها بود که مکتب اینترنتی ورزشی شهر دوشنبه رو من با همراهی دادرم گفتم که به مقصد به مکتب ورزشی میریم. اون با زبان روسی میگفتم، چه نمیگفتن که مکتب اینترنتی ورزشی سپورتشکول میگفتن. من گفتم با سپورتشکول البته داخل میشم. بعدا در اونجا داخل شده اولین ورزش خود رو از زودو سر کردم. مدت 2 سال در اونجا خواندم. بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه، لیک تمرین رو نپرتافتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم. یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه. از کی به محاربه مشغولی؟ فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2000 یا اینکه 11 یا 12 با فکرم 12 بود اگر در خاطر باشه، سال 2012. خب این نمود محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است. منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکار تاجیک در جریان تمرین
زخم وی شد، از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش را انتخاب کردید؟ اگر راست البته این ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در بوکس یا که در گوشتینگ تو میتوانی یک نمودش رو بوکس خودت را خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یعنی با زبان یونانی آلمانی میگن چیز اونیورسال باید تو همه طرفه باشی که تا اینکه در میدان غالب بمانی. هم گوشتینگ گرفته تنه هم بوکس. البته از همه اینها باید تو از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در آن میدان مقصد دست بالا شوی. بله. گفتید که در تربیت شما مادرتان سهم اساسی دارن. آیا رقابت‌های شما رو تماشا میکنن؟ راستی از سخنان مادرم چند بار فهمیدم که تماشا نمیکند، فقط با واسطه تلفن زنگ زده با نزدیکانمان میپرسد که جواب مقصد چیزی محاربه چی شد. یکم بار میگن که دستکش این خطرناک است. البته میگه وقتی که میگه بسیار وقت میگه که بس که چیز که من میفهمونم ده، همچون که من ورزشگر کسبی راستی گپ از همه روزهای سخت این همون روزهای بود که من تا امریکا رفتم. فکر کنم این من اگر مدتی 17-18 سال تمرین کنم، تمرین کرده استادم، از همین 17-18 سال من قریب 10-12-13 سالش روزهای وزمین ترین بود برای من این را همش پس سر کردم. اکنون من میتوانم که کمی از تمرین خود کمی راحت کنم، از محاربه‌های خود کمی یگون چیز به دست آورم. در همین حالت نمیخواهم که ورزش رو ترک کنم، به خاطر که من برای همین روز همون قدر جراحی و همون قدر زخم و همون قدر عذاب‌ها و عرق و خون رو من پس سر کردم که باید من در با همین روز رسم. چی عذاب‌ها بودن در این 16-17 سال؟ راستی زیاد بسیار هم جاها شکست، مقصد موشک ها هم کند، بسیار چیزای جراحت های وزوین بسیار برداشتم از سببی که این بسیار ورزشگرا با هم از حساب زندگی کم وزمین بود، بسیار جراحت های خود را همین خیلی به حال گذاشتم، چی تبابت هم نکردم. برای همین میخوام که کم فایده از این که من این قدر پس سر کردم به دست آورم، بعد انشاءالله شاید بس کنم. آمادگی به رقابت‌ها در نمود محاربه‌های آمیخته بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا $50,000 هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و آیا سرپرست دارید یا نه؟ البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است، با فکرم 6-7 سال است که با کلوب اکبر، من این ورزشگر کلوب اکبر هستم، آنها مرا دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند، به خاطر که اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 10,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکانوم کنید مثل من تو از 3 تا 5,000 خرج داره در یک ماه. برای که من بسیار چیز میکنم، اکانوم میکنم، به خاطر که بله، برای که بسیار وقت میشود آخرهای ماه میشود پیدا نمیکنیم. بعدا با یار و رفیقایی که در آنجا هستن زنگ تلفنی کرده از آنها کمک هم طلب میکنیم. راستیگه بسیار وقت این خیلی شدگی. مراجعت نکردید به اون کس برای مثلا شرکت‌های وطنی و دیگر برای سرپرستی؟ راستیگه چند باره که به شرکت‌های وطنی مراجعت کردم، کردم پشیمون میشم، به خاطر که نمیدونم شاید از روی چیزی بودجه این چیزی شرکت‌های ما یا اینکه چیز خیلی یک چیزی پولی چیزی رو پیشنهاد میکند که این شاید در شاید فقط برای خوردن یک 5 روز 6 روز این چیز کنه، فقط یک خوردن عادی، همین 5 روز 6 روز 7 روز. بعداً باز هم من چیز هستم، یعنی
лицой ММА Тоҷикистон ҳастам. Албатта онҳо ҳам ба мо ин сол ҳам маро интихоб карданд, боз дубора онҳо ҳам маро дастгирӣ мекунанд. Гуфта истодам ки бояд ман як 3-4 агар сарпарасти хуб дошта бошам, албатта ман аз ин чизҳо бе ягон мушкилӣ мебароям. Лек алҳамдулилло ки ин шахсоне ки ҳастанд ба ман чиз мекунад, дастгирӣ мекунад. Ин хеле бо як сабукиро барои ман. ва дар як вақт бояд шумо бо оилатона бояд таъмин кунед хонаводара. Албатта ман писари калонӣ мебошам, ба ҳамин хотир шумо албатта медонед ки дар табиати худмон, дар расму оини худмон барои вақте ту чизи писари калонӣ мебуд, ту ҷавобгар барои ин оила мешӣ. Албатта ин як тараф бо як мисоли гап чизи худша дорад. خب درباره مبلغ یک سوال دیگر هم همینجا پرسم. آید به مبلغ گنرال شما یا مبلغی که از تشکیلات UFC گرفتید، سامانه‌ها هر خیل آمارها رو نشر کردن. می‌خواستیم از زبان خودتان فهمیم اگر مخفی نباشه UFC به شما برای اولین رقابتتان چقدر مبلغ داد؟ البته قریب کی سامانه‌ها قریب کی همه‌شون اگه نمیتوانم بگویم که دروغ میگویند، لیکن آنها معلومات ندارند. برای که در حقیقت وقتی که من با آدمایی که با UFC کار میکنند، من اونها علاقمندی دارم، هم صحبت هستم. آنها که از روی شرطنامه برای من پولهای دیگر ورزشگران رو نشان میدن، وقتی که من میبینم در آنجا تماما دیگر رقم ها کمتر زیادتر کمتر، لیکن هست این خیل، لیکن در اینجا تماما دیگر یگان وقت اتلتیچیسکی کمیسیای همون شتات ها 100% یعنی جوابی درست نمیگوان، اونها همین خیل میگن. البته ما چیزی من کم بود، اگر که انداز و پروسنت های دیگه چیزها را یک نیمه کنی قریب که یک 17-18 هزار میموند. این خیلی سومی کم است نسبتی PFL البته پولهای خوب میداد، لیک UFC به خاطری که نامی کلان دارد، در اونجا ورزشگران بسیار مشهور هستند، از همون سبب اونجا ورزشگران بسیار میخواهند در اونجا راحت شوند. لیک هدف اساسی ما ورزشگران، هدف اساسی در آن شرکت کلان وارد شدن تا اینکه ورزشگران خودمون مثل سرپرستان خوب پیدا کنم. گفته اساسی درآمد ورزشگران راستی از این از سرپرستان میباشد. تا اون قله‌هایی که تو بلند میری، وقتی که قله‌های بلند که برآمدی پول‌های کلان که جمع کردی، البته خودت میتونی پروبلم‌های خودت حل کنی، لیکن در سطح پایانی البته احتیاج به سرپرستان داره. با تشکیلات UFC برای چند شرطنامه، برای چند رقابت شرطنامه بسته؟ وقتی که به من پیشنهاد کردن شرطنامه رو، در اونجا البته برای 4 محاربه شرطنامه بود. من دست ماندم و یک محاربه هم رو پس سر کردم. این خیلی گیریم 3 محاربه دیگر ماند. محاربه بعدی کی است؟ یعنی کی نیتی به اکتاگون برآمدن داره؟ ماهای ایول همین خیلی، بر خاطری که من باید تیاری خودم رو بینم و احساس کنم که من یک فرم خوب گرفتم، بعداً ممکن برآمده چیز. رقیب احتمالتان معلوم است؟ البته من حول یگان سخنم نمیکنم، میخوام که یک محاربه خوبی دیگر رو به دست آورم، بعداً خود میخوام که بله دعوت کنم، بعداً دعوت. یک هفته پیش از شما نورالله علیه ورزشگر دیگری تاجیک در تشکیلات UFC برآمد کرده، دست بالا شد. شما و نورالله در یک در وزن سبک UFC برآمد میکنید. اگر روز به شما رقابت با نورالله را پیشنهاد کنند، آیا قبول میکنید؟ البته روزهای اول قبول نمیکنم، به خاطر که ما 2 ورزشگریم از تاجیکستان، لیکن اگر که خدا کند که ما اگر در تیتول یگان چی بلند برایم، در اونجا یگان فکر میکنیم. شاید اگر احتمال برای ایواز کردن یگان چیز باشد ایواز میکنیم، اگر که خیلی نباشد اینو دیدم. بعد چیزی که بعد میشود من حالا نمیتونم یگان چی گفتم، برای که خواهش جنگیدن با نورالله را نداره. بسیار خوب. نورالله علیه در صحبت‌هایش بارها گفته است که نیت دارد که بعد 2 سال قهرمان UFC در وزن سبک شد و کمربند قهرمانی را بگیرد. شما چه نقشه دارید در این زمینه؟ البته یگان ورزشگر نیست که فقط برای یگان چیز کنند. بسیار ورزشگران البته پول هم موتیواسیون میتید، لیکن بر زمین این
یعنی قهرمانشوی در وزن خودش البته این мотивация میتید. برای منم هدف است که البته من میخوام اول میخوام که من یک دو سه محاربه خوب به دست بیارم، بعدا من از خود باوری دارم که این چیزهای چشم پوشی نیست، اینها همش یک روز نه یک روز واقع میشه همش. آقا صحبت من درباره زندگی شما پرسیدم. در تاجیکستان مثلا بعضی از ورزشکاران یا بعضی از جوانان، بگم بسیار از بعضی جوانان در مشکل‌های زندگی شکسته میشن، مثلا در قدم‌های اول بعضیشون حتی حالت میشه دست به خودکشی میزنن یا که از راه پیش کردهشون قفا میگردن. یعنی پیام شما چی است؟ همچون یک جوانی که اینقدر سختی ها رو پس سر کردید، آمدید جراحت ها و زندگی خوب مشکل های عائلوی دیگر، حالا به یک سطح رسیدید، پیام شما چی است به میگونه جوانان؟ البته اگر که بسیار هست جوانانی که نه با ورزش مشغول هستند لیکن در زندگی مشکلی ها بسیار میاد، یا که با ورزش فرق نداره کدام کسبی که آنها انتخاب نکردند. البته من فکر میکنم که اولین چیزی که مرا که تا این درجه تا این جاها را آورد، این فکر میکنم این یکی از ایمانداری بود. برای که من از نمیدونم از کدام سال من خیلی راستیگم نمیخوندم چیزهای اسلامی رو، لیکن بسیار گوش میکردم، فقط که گوش میکردم، چیز میکردم، تقلید از گذشته هایی که اسلام بزرگای اسلام میکردم. از همین سبب این چیزهای رو وقتی که تو درک میکنی، احساس میکنی از درون، تو رو دیگر یگان پروبلم شکسته نمیتواند. البته در ورزش هم بسیار تر یا که یگان کسبی که هست، البته بسیاری ما میخواهیم که در مدت کوتاه ما یگان نتیجه خوب به دست بیاریم، لیکن این نمیشه. من به شما گفتم مدت 10-12 سال من فقط جراحت برداشتم و آبی بدن و خون چیز کردم، ریختم در این راه. لیکن اومده این مدت 4-5 سال هست که من کمی یک نفسی آزاد یا که کمی یک گویم که از کارهایی که از آن عرقهایی که از آن جراحی که برداشته کردم کمی حاضر من یک فایده به دست میارم. حاصلم را کم اکنون من حاصل به دست میارم، من میتوانم که یک زندگی خوب کنم. من اگر که مثل دیگران میخواستم که در 10 سال پیش میخواستم یگان چیزی که به دست آورم چیز کنم، البته این نمیشد. این چیزی مرا مقصد موتیواسیای مرا یک هدفی مرا شکست میداد، برای که وقتی البته یگان کس هدف یگان چیز امیدوار است لیکن نمیشه، ناامید شده همین خیلی میشکند. من بسیار وقت میگفتم که روزش میشد، من با همین خیلی روزش میشه، با حتی شتگی من روزش میشه برای 1 میلیون جنگ میکنم. خودم راستیگه خندم گرفت در همین گپم وقتی که من در آلمان بودم و من نمیدونستم این شرکتو، خودم خندم گرفت در همین گپم، لیکن با آن کسی که من این را گفتم که او دوباره خندش گرفت. اگه گفت این واهمه بعد شد بیاد یا ویلیادگو خیلی 10,000 گو تو مثال، لیکن شما خود شاهد بوده که من 2 مرتبه در این با یک مقصد 2 مرتبه جنگ کردم برای 1 میلیون. شاید روزی میشد که من برای 10 میلیون جنگ میکنم انشالله. بعد که دو بار برای 1 میلیون مبارزه برده خوب به دست نامد، خیلی راه افتاده شده. راستی راه افتادگی هست، لیکن نمیدونم این از کدام سبب باشد، نه اونقدر یا اینکه برای من باشد. من میدونم که آدم هایی که 50 سومونش را گم میکند، مثل حاضرا میگیم که دیپرسیا در میغلطد. البته من گم کردم، از آخران مرتبه این احساسات برای من در خاطر من خوب موند، برای که وقتی که PFL جنگ میکنی قریب که مدت 1 سال فقط در درون تمرینی، از تمرین و از وزن کم کنی دلگیر میشی. وقتی که من 1 میلیون رو باختم اومدم، سخت‌ترین برای من این بود که من دفعه دوم این رو باختم، لیکن من سبب میدونستم که من از روی بیماری من برآمدم، نداشتم قوتی که من جنگ کنم. لیکن باز علم آور این بود که دو بار با من این شانس شد من این رو از دست باختم، برای همین زیق شدم راستی گپ. لیکن بعد در فکر اومد که من فردا دیگر تمرین نمیکنم،
аз хурсандӣ ҳамин қис чидам ки ҳатто дар бораи PFL 1 миллион ҳама чӣ фаромӯш кардам ки ман чи аз пагоҳ ман дигар тамрин намекунам гуфта шодӣ кардам. Бале ман ҳамин қадар хурсанд шудам ки ман акӯ метавонам ки рафта озод дам гирам дар муддати тӯлонӣ. ташаккури зиёд барои суҳбат.